اما به اولین ویدیوی معرفی و آموزشی من خیلی خوش اومدید. قراره با هم دیگه کلی در زمینه‌های هنری و کاربردی رزین، اکسسوری سازی، قاب سازی، کار با رنگ روی پارچه و کلی هنرهای دیگه یاد بگیریم. اما اگر کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید و لایک کنید، شما اولین نفری هستید که ویدیوهای ما رو می‌بینید، آموزش می‌بینید و کلی لذت می‌برید. همچنین اگر به کارهای هنری علاقه‌مند هستید و میخواید اونها رو یاد بگیرید و به غیر از اون روش‌های درآمدزاییش رو هم بلد باشید و ترفندها رو بدونید، بهترین جا رو انتخاب کردید. برای اولین آموزش تصمیم گرفتم که این قاب رزینی پرطرفدار و پرفروش پیجمون رو بهتون آموزش بدم. بریم ببینیم چه وسایلی نیاز دارید و برای شروع کارتون چیا باید تهیه کنید. من قاب سازی رو به عنوان اولین ویدیوی آموزشی در نظر گرفتم به دلیل اینکه خیلی پرطرفدار هست و شما میتونید با توجه به سلیقه‌ای که خودتون دارید چیدمان روی قاب رو انجام بدید و کلی هم لذت ببرید و استفاده کنید ازش. و خب همونطور که بهتون گفتم، برای ساخت یک قاب رزینی شما به 2 تا وسیله ابتدایی نیاز دارید. یکی رزینه، یکی هم قاب شفاف مدل گوشیتون هستش و یه سری وسایل و جینگلیجات و منگولات که روش بشینید. حالا بریم سراغ میز کار ببینیم باید چیکارا انجام بدیم، داستان از چه قراره. یه اطلاعات کلی بدم و حالا حین کار کردن میبینید که اندازه چجوری هستش و چجوری باید بریزید. من رزینی که کلا به بچه‌ها پیشنهاد میدم و رزینی که کلا تو آنلاین شاپمون هم موجود هست و هنرجامون ازم میگن این رزین هست که سایز بزرگشه، سایز کوچیکش الان تو دستم نیستش که بهتون نشون بدم، ولی خب این سایز بزرگشه. بزرگ که حد نرمالشه تا یه سری از کاراتون رو جواب میده. بچه‌ها توی این بسته 2 تا رزین داره، یه دونه هاردنر داره. حالا چرا 2 تا رزین یه دونه هاردنر؟ به خاطر اینکه شما وقتی که در واقع 2 تا قاشق، مثلا 2 تا قاشق غذاخوری خب رزین میریزید، باید 1 قاشق غذاخوری هاردنر بریزید. یعنی هاردنر شما نصف رزینتونه. پس رزین رو برای شما 2 برابر گذاشته که هاردنر نصف اندازه رزین ریخته بشه. یعنی چی؟ مثلا ببینید الان این دوتا رزینه. خب این 2 تا رزین ماه. مثلا من 2 تا قاشق چای خوری یا غذاخوری از این میریزم، 1 قاشق هاردنر میریزم. هاردنر چیه؟ سفت کننده رزینه. رزین به تنهایی نمیتونه سفت و شیشه‌ای بشه، چون که مخلوط این 2 تا به شما یک حالت جسم بلوری و جامدی میده که میتونید چیزهای خیلی مختلفی اجرا کنید که قاب سازی هم با همین رو انجام میشه. و این رو هم بگم که نکات ایمنی رو کاملا رعایت کنید. حتما از دستکش استفاده کنید برای ریختن رزین از در واقع لیوان‌های 1 بار مصرف، قاشق‌های 1 بار مصرف، از اینجور چیزا استفاده کنید که پس از اتمام کارتون اونها رو بریزید بیرون. یعنی جسمی نباشه که براتون با ارزش باشه، چون رزین شستشون در واقع نمیتونید اون رو بشورید بعد از اینکه رزین بهش برخورد کرد یا خوش بشه، نمیشه اون رو دیگه کند. و اینکه حواستون هم باشه به جایی برخورد نکنه، چون ممکنه که دیگه کلا پاک نشه. بریم برای سراغ درست کردن قاب. بچه برای درست کردن قاب همونطور که گفتم نیاز دارید به قاب شفاف مدل گوشیتون. ممکنه که حالا هر مدلی باشه. تهیه میکنید قاب شفاف مدل گوشیتون رو و بعد برای قسمت عکس میخواید یه طرحی رو انتخاب کنید روی قابتون بزنید. شما طرحتون رو از حالا گوگل، پینترست، هر جایی دانلود میکنید، میبرید کافی نت براتون اینجوری پرینت میگیرن. من عکس‌ها رو اینجوری کوچولو ادیت میزنم و بعد میدم کافی نت برام چاپ میکنن تا اینکه بتونم روی قاب ثبتش کنم. حالا چجوریه؟ ببینید عکسی که در واقع میبرید از کافی نت شما پرینت میگیرید روی کاغذه. خب رزین یک چیزی هست که اگر روی کاغذ بریزید جذب میشه و عکستون رو کدر میکنه. باید چیکار کنید؟ یا اگر عکستون روی آچار گرفته شده، روی کاغذ معمولی گرفته شده، چسب شیشه نواری پهن رو برمی دارید، شروع میکنید به
دو طرف عکستون رو پوشش میدید. با این چسب نواری دو طرف پوشش میدید. چرا؟ این باعث میشه که دیگه رزین شما جذب کاغذ نشه تا بعد از تحویل کار، یعنی پایان کار، عکستون کدر دیده بشه. ولی یه سری عکس‌ها هستن، یعنی یه سری استیکرها هستن مثل اینا که من به صورت عمده از بیرون میخرم. اینا جنساشون حالت کاغذ نداره. اگه نمیدونم داخل ویدیو مشخص باشه، کاغذ نیستن، جنس استیکر دارن. رزین جذب اینا نمیشه، به خاطر همین نیازی نیستی که روشون رو چسب شیشه نواری بکشیم. ولی اگه کاغذ معمولی بود باید حتما این کارو بکنید. این نکته‌ای بود که باید بهش توجه کنید. ما میریم این کاغذمون رو، شکلمون رو میبریم و بعد روشون رو با چسب نواری پوشش میدیم، هم این بر و هم پشتش. بریم که برگردیم ببینیم چجوری میشه و رو قاب بچینیم و رزینش رو بریزیم. خب بعد شما رفتیم اینا رو چسب زدیم. حالا من اینجا چیدم قاب رو، اینا رو دو طرف چسب زدیم. نمیدونم براقیتش میفته توی دوربین یا نه. بعد یه دونه اینجا نمونه آوردم، به طور مثال نگاه کنید. چسبو میچسبونید روی کاغذتون، یه سطحی بگیره که رزین جذب کاغذ نشه و بعد اینطوری پشتش هم بچسبونید به این شکل. و بعد دوراشو اضافه‌ای که مونده رو، این تیکا رو با قیچی ببرید به این شکل. وقتی که تموم شدش میشینید. حالا من اینجا یه سری حالت پیکسلا دارم، پیکسلای متفاوت دارم که دیزاین کردم دیگه. قابمونو میبینید تمام دو طرف رو چسب زدیم. بعد که اینا رو بریدید، حالا با هر چیدمانی که دوست دارید میتونید از دو تا چسب استفاده کنید، یا چسب ماتیکی یا چسب رازی. بچسبونید ولی زیاد سطحش رو چسب نزنید، به حدی بشه که فقط تکون نخوره عکستون. و بعد وسایلی که دارید، جینگریجاتی که دارید رو میتونید روی قابتون بچینید. و بعد میریم سراغ قسمت سوم، یعنی رزین ریختن، که اونم یه پروسه دیگه است. بریم تو فیلم جدید بهتون بگم بعد چیکار کنید. حالا بریم سراغ ریختن رزین روی قاب. بچه‌ها برای این قسمت کسایی که رزین ما رو تهیه کردن میدونن که این رزین هستش و این هاردنر هستش. هاردنر به رنگ سفید ظرفش، یه دونه کلا تو جعبه از اینه و دو تا از اینا سایز بزرگمون. حالا اینا باید به چه شکل بریزید؟ برای یه دونه قاب شما نیاز دارید به 2 تا قاشق چایخوری از رزین و 1 قاشق چایخوری هاردنر. یعنی رزین شما همونطور که گفتم باید 2 برابر هاردنرتون باشه و هاردنرتون نصف رزینتون باشه. اگه ترازو دارید، به طور مثال اگه 50 گرم رزین میریزید باید 25 گرم هاردنر بریزید. البته خب این اندازه خیلی زیاده ها. برای قاب درست کردن شما نیازی ندارید به ترازو تهیه کنید. من خودم ترازو تهیه نکردم. ترازوها برای مثلا کارهای درست کردن میز رزینی و برای اینجور کارها استفاده میشه. برای درست کردن قاب همین قاشق‌های در واقع پلاستیکی هم جواب میده. اگه تعداد قاباتون زیادتر بود، مثلا 3 تا همزمان میخواستید درست کنید، بهتره که سایز قاشقاتون رو بزرگتر بکنید. و اگه مثلا سایز قاشقتون در واقع بزرگتر بود، انقدر بود ارزش طولش، میتونید 2 تا از این بریزید، 1 دونه هاردنر بریزید و همون اندازه‌ای که دارید رزین درست میکنید جوابگوه برای 3-4 تا قاب. ولی برای این یه دونه قاب این اندازه قاشق کفایت میکنه. الان باید چی کار کنیم؟ خب الان از رزینمون شروع میکنیم. لیوان 1 بار مصرفمون رو میاریم و داشت یادم میرفت، قبل از اینکه شروع کنید به درست کردن قابتون، یعنی به رزین دست بزنید، از این دستکشا هم یادتون نره که استفاده کنید که تو پلاستیک فروشی همشون میتونید اینا راحت تهیه کنید. چون که به این دلیل اگه رزین به دستتون برخورد بکنه باعث میشه که یه سطح چسبنده دستتون بگیره و با آبم خیلی سخت پاک میشه. یعنی یه نیم ساعتی باید بگذره تا شما بتونید اون سطح رزین رو از دستتون جدا کنید. اون چسبندگیش یعنی دیگه
احساس نشه. و سعی کنید سطح میزتونم یه چیزی مثل من بندازید که یه وقتی رزین نریزه روی میز، چون اگه بریزه اصلا نمیشه پاکش کرد به هیچ عنوان، مگه اینکه از این حالت شوینده های رزین بگیرید که رزین رو از سطح جدا میکنه، ولی غیر این صورت نمیشه. تمام پروتکل‌ها رو رعایت کنید وقتی دارید با رزین کار میکنید که یه وقت اذیت نشید. دستکشا رو ما دستمون کنیم. و اینکه باز حالا اگه نکته چیزی بود، ممکنه که من چون نمیخوام تایم ویدیو طولانی بشه ویدیو رو تیکه تیکه میگیرم و ممکنه یه سری از نکته ها رو باز داخل یه ویدیو دیگه یا داخل وایس داخل کانال قرار بدم براتون. بریم که شروع کنیم. همونطور که گفتم شما باید 2 تا قاشق از رزینتون بریزید. این یه قاشق. و سعی کنید که وقتی دارید در واقع یه قاشق رو خالی کردید با اون یکی قاشق سطح رزینتون رو تمیز کنید با اون یکی قاشق تا بریزه داخل لیوانتون، اندازه ها یکسان باشه. چون میگم ترازو نداریم ما، باید خیلی دقت کنید تو این مرحله، چون ممکنه اگه اندازه ها رو جابجا بریزید رزینتون یا خشک نشه یا سطح ژله‌ای مانند بگیره و خشک نشه. بازم اینجوری تمیز کنید و این قاشق رو بذارید بمونه و با یه دستمال کاغذی دوباره سطح اینو تمیز کنید. یه وقت اندازه هاش میگم بالا پایین نشه. یه قاشقمونم ریختیم. الان شد 2 تا قاشق رزین، درسته؟ الان باید چیکار کنیم؟ الان باید هاردنر بریزیم. بازم سطح اینو با این تمیز کنید. حالا میریم که هاردنر رو اضافه کنیم. همونطور که گفتم هاردنر یعنی همون سفت کننده رزین. اینم از این. اینم که تمیز کنید و بهتره که با همین قاشق کارمون رو هم بزنیم با اون قاشقی که هاردنر آخر سر ریختیم. بذاریم اینجا. حالا توی این مرحله خوب گوش کنید. ببینید این شروع میکنید به هم زدن. حدوداً یه 2 دقیقه نیاز دارید که شما هم بزنید رزین و هاردنرتون رو و به یک جهت هم بزنید و این حبابایی که داخلش میبینید با 2 تا کار میتونید این حباب گیری رو انجام بدید. بعد از اینکه هم میزنید 2 دقیقه که هم زدید بذارید 1 دقیقه اینطورا استراحت کنه رزین و هاردنرتون تا این حباباش گرفته بشه. بعد که حباباش گرفته شد میتونید روی سطح کارتون بریزید. اما میتونید یه کار دیگه هم بکنید. وقتی دارید اینو هم میزنید همون موقع روی سطح قابتون بریزید و بعدش با یه فندک فندک رو یه حرارت کوچیک وقتی به این حبابا بخوره حبابا میتره که 2 تاشو حالا با هم دیگه امتحان میکنیم. این الان حباب داره. خب من میارم نزدیکتر که ببینید. یه مقداری توی فیلم حباباشو میتونید ببینید قشنگ دیگه. این الان یه مقدار خب حباباش گرفته شده ولی بازم حباب داره. اگه هم بزنید حباباش در میاد. گفتم یا میذارید 1 دقیقه میمونه که حباب گیری بشه یا اینکه اگه میخواید همون لحظه بریزید. اگه عجله دارید مثل من خیلی آدم عجولید وای تکون خورد بریزید اینو.
بعد کم کم بریزید، یهو همشو خالی نکنید روی قاب. بعد رزینتون رو این شکلی پخش کنید روی سطح قابتون به این شکل. رزینتون رو پخش میکنید. بعد خیلی خیلی حواستون به این کناره های قاب باشه. میبینید یه خطی هست، نذارید رزین از اون قسمت رد بشه، به این دلیل که اگه رد بشه میریزه از گوشه های قاب و کارتون کثیف در میاد. خب خیلی حواستون این شکلی رزینتون رو کناره ها پخش کنید با قاشق. اگه با قاشق براتون سخت هستش میتونید با یه خلال دندون کناره های قابتون رو صاف کنید. ببینید من الان اینجا مثلا این گوشه رزین رو میخوام بدم کناره های قابم همه جا سطحش پوشش داشته باشه دیگه، اینجوری کناره هاشو با خلال دندون رزین رو پخش میکنم. و یه نکته دیگه، وقتی دارید کار میکنید به قابتون سر بزنید، چون ممکنه یه جا از قاباتون رزین نشسته باشه، یا اگه مثلا پرش هم کرده باشید مثلا اینجوری لیز خورده باشه رزین رفته باشه کنار، دوباره بعد یه واحد رزین بهش اضافه کنید، یا قسمتی که رزین زیاد ریخته شده پخشش کنید به سطح‌های دیگه. الان من کل اینو فعلا خالی نکردم، داشتم تیکه تیکه قسمتاشو میپوشوندم این شکل. حالا تا اینجا من ویدیو رو براتون میگیرم برای اینکه یه خورده، چون باید دقیق این رو کنارهای رزینش رو بریزم باید خم بشم، سر همین یه قسمتش رو بهتون نشون دادم برای اینکه حباب گیری هم بشه. اگه دیدید رو سطح جایی از رزین دوندونی مونده، حبابی هستش، فندکتون رو روشن میکنید بدون اینکه به رزین برخورد کنه، شعله‌اش رو اصلا نباید به رزین این شعله برخورد کنه، نزدیکش میگیرید اینجوری تکون میدید، رزینتون اون قسمت هایی که حباب داره میترکه به همین شکل. همونطور که اول ویدیو دیدید این نتیجه آخر کارمون شد. من نتونستم فیلم بگیرم از نتیجه آخر، مجبورم که اینجا براتون عکسشو بذارم و شما میتونید همین مدل قاب رو با مدل ها و متریال های مختلف با روشی که اجرا کردم درست کنید و برامون بفرستید و کلی هم لذت ببریم. اگر سوالی داشتید یا ایرادی تو کارتون بودش حتما میتونید برام کامنت کنید تا من جواب سوالتون رو بدم، یا اینکه چنل تلگرام ما رو فالو کنید که اونجا کلی براتون نکته های تکمیلی و تخصصی تر هم میذارم. اگر اینجا چیزی از قلمجا مونده بهتون بگم اونجا حتما وایس میدم و میتونید گوش بدید و از ویدیوهای بعدی هم که قرار بذاریم با خبر بشید. و باز هم اگر سوالی بود میتونید به پیوی من مراجعه کنید یا اینکه همین زیر برام کامنت کنید و بهم بگید که برای ویدیوهای آموزشی بعدی چی دوست دارید یاد بگیرید. نره که ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو هم کلیک کنید تا شما اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو میبینید، نگاه میکنید و کلی لذت میبرید، چیزای آموزشی جدید هم یاد میگیرید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تو ویدیوهای بعدی منتظرتون هستم، منتظر کارتون هستم. سوالی هم بود در خدمتم. بدرود.